سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صحبت با ملت. من هستم منوچهر کوهستانی. پیش از اینی که برنامه خدمت شروع بکنم میخواهم درباره همون تاجیک دختر گپ بزنم که با یک مردی خیتایی ازدواج کرد. در حقیقت ما ملت داریم کم کم عرف و عادت همه چیز از دست میتیم. این باعث شرمندگی هر یکی ما و شما است. همچون تاجیک من خدمت شرمنده میدانم وقتی که دخترای تاجیک این ملت شرمنده میکنن. به همون خاطر ما فکر میکنم که این بدترین کار است. به همون خاطر ما باید که ملت تعلیم بتیم. دنک زیان. و ما باید که ملت تعلیم بتیم. بدترین چیزش ده همه که دخترای زیبا میخیزن دیگه ملت بگیم که به شوهری قبول میکنن. این باعث شرمندگی هر یک تاجیکی که امروز نشستی من گوشتانی باعث هر یک ما و شما شرمندگی ما و شما است. به همون خاطر کوشش بکنیم فرزندا را از کودکیشان تعلیم بدیم و دوستداری ملت و دین خود در دل آنها جا کنیم. انشالله که باعث پیشروی ملت ما خواهد شد. خوب، امروز شروع میکنیم از نظریات شما را خواندن. خوب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منوچهر برادر، فرزندانم سواد کافی ندارند. خودم در وقت مکتب خوانی با سواد بودم. میخواهم فرزندانم را زباندان باشند. افسوس از قهرم بر قصد فرزندانم میخواستم خودم زبان آموزم. افسوس ذهنم حاضر آنقدر خوب نیست. خودم با زبان روسی خوب بلد هستم. زبان انگلیسی یا آلمانی را از خود میکردم خوب میشد تا به فرزندانم می آموختم. باز هم افسوس که وقت نمیابم و ذهنم کند شده است تا از درس های تو استفاده برم. برادر عزیز، نمیخواهم یکان گپی بدت بگم یا که مثلا بگم که نه یک کاری خوب نمیکنی که درس ها را نمیخونی، اما ما همیشه 10 یا 15 دقیقه وقت پیدا میکنیم. من خودم از اولی که شروع کردم درس خوانی را و یعنی که نشستم فکر کردم که من چی میخواهم در آینده خودم، من چی میخواهم بکنم با خودم، برای ملتم، برای فرزندام. فهمیدم که باید شروع کنم با درس خواندن. اول 10 دقیقه، بعد 20 دقیقه، بعد هم خیلی شد که دیگه وقت پیدا کردم زیاد. در حال حاضر باشد شکر خدا همیشه در درس هستم و میخوانم و این برای من لذت میده. ما باید به همه چیز آموخته بکنیم خدمت، چون انسان میتواند که به همه چیز آموخته بشود. در 21 روز انسان میتواند که بر یک چیز آموخت بشود و بگیم که خودش عوض بکنه. فقط اخلاص در کار و حرکت و تشکر. شما اگر از ما کلام باشید پدر عزیز که نوشتین و از همه پدرهای تاجیکستان خواهش میکنم که چی مشکلاتی که داشته باشن بنویسن و من حتما کامنتاری های شما را خواهم خواند و در سوال های شما جواب خواهم داد. خوب، سلام برادر اهل اسلام، من یک سوال دارم. من عائله‌دار صاحب 2 فرزند. من هر بهار از وطن به روسیه سفر می کنم. زمستان در خانه می روم. از برگشتن من پدرم ناراحت می شود. می گوید رفتی کمش 2 سال بعد بیا. من با پدرم می فهمانم پدر زمستان خنک است، کار نیست، اما با من جنگ می کند. میگه نه یا من زن و فرزندم را یاد می کنم. برادر عزیز، در حقیقت شما کاری خوب میکنید. بعضی جاهای هست که بگیم که پدر و مادر هم میشه که گوششان نکنی. مثلا در باره همین چیزی که شما گفتین، در حقیقت وقتی که ما نگاه میکنیم، وقتی که ملت نیاز داره، وقتی که فرزندایت نیاز دارن، باید که تو برای اونا افسانه بخوانی، باید که تو اونا را درس بدی و که در آینده یک آدمای خوب شون و هم به خودت خدمت بکنن. پدرای عزیز، هر یک نفره که پدر هستین یا اینکه در آینده پدر میشوین، فرزنداتون به خاطر بر روسیه کار کردن نذارین. بعضی هاش میگن که فرزندکم کلون شوند روسیه بروند کار کنن، قامت ما بلند میشه. برادر عزیز، من فکر میکنم این فکر خطا برای همه ما و شما.
به همون خاطر به پدرتان باز بفهمونین اگر شما هم که رفتین و گپی پدرتون هم نگرفتین رفتین به پیش زن کودکاتون شما گناه نمیکنین ثواب میگیرین هر 6 ماه ده اگر که شرایط شما باشه برین زن فرزندتون خبر بگیرین چون وقتی به چندی که دور بشین محبت شما به زن کودکتون کم میشوه خوب یا برادر دیگه نایسته است که سلام علیکم گفتنیم که خدا همیشه نگهبانت باشد منوچهری تاجیکستانی تشکر برادر عزیز ما باید هر یک نفرمون تاجیکستانی بشیم چون یگانه یک کشوری خورده که داریم خودمون اگر احترامش نکنیم و به قدرش نرسیم یگان نفر به قدرش نمیرسه روز تا روز مهنتاتون زیاد شده است برادر سلامت باشی تشکر خوب دیگه شروع میکنیم هر یک سوالی که نوشتگین در همون سوالا جواب میتیم چون نمیخوام که وقت زیاد شود بعضی برادرها گفتن که 20 دقیقه 30 دقیقه بس است چون چنانی که میدونید برنامه صحبت با ملت برنامه خود شما است برنامه هر یک فرزند این ملت است و هر یک از شما میتونین که بگیم که نظریات خود بنویسین و من اینها را همیشه خواهم خواند یا برادر اگر نایسته است که این قخته گرینی میگیری بچه برادر عزیز من خدمه گرینی نگرفتم و هر کسی که گرینی میگیره او گرینی نیستک خوب اولی من میبینم تا آخرش خیلی دوام میتی این مردمی ساده ها یک گپ قطعی خوب میگن اما من داخلی آدما نظر میکنم نه این که یک گپی خوب شه اکتیار بسیارن سخن گپی خوب میگن اما داخلش سیاه های برادر عزیز خوب داخلی هر یک نفر خدا خودش میدونه هر کسی که هر کاری میکنه به خاطر خدا بکنه و به خاطر خدا با ملت صحبت بکنه تا وقتی که میتونه وقتی که نتونست دیگه نمیتونه یا برادر دیگه خوب دشنام دست دشنامش نمیخونیم شروع میکنیم از زبان آلمانی با منوچهر کوهستانی درس 6 یک نفر نایسته است که خوب یک نفر به من نایسته که در مسئله ارتیکل ها باید یک چند درسی علاهیده گذاری به این یک مثال نمی شود معلوم است شما خودتانم خوب سرفهم نمی روید ارتیکل های معین غیر معین چی هست عموما برای چی در کار این ارتیکل ها با یک خفه نشه کوهستانی نه برادری عزیز من از خود خفه نمیشم اما پیش از که در این باره صحبت بکنی باید که من بشناسی و من برای تو جواب دادگی هستم که خوب جواب مرا بخوانی حتما و ارتیکلایی که معین و معین خوب اینا را خوب من میدانم و تا وقتی که من خودم این چیزا را ندارم چرا برای شما میخوام که درس بدم یعنی اینجا یگان جای خود نشانتی نیستک و خوب در آخرای وقت دیده شدیم که مردم و شوقی درس خونی هم نداشته بیستن این ملت ما را یک چیز خوب ایده همین یگان ویدیو باشه که نیستگی باشن زن یک قصه قپیدگیان 1000 نفر میداره همون رو تماشا میکنه نه که در درس خونی گفته که خیلی خیلی سستن راستی ما این فکر رو نداشتم که مردم در حقیقت بگیم که درس گریزن و چند وقت نبودم راستی در مهمانی بودم در مهمانی برادرای تاجیک خودمون و در حقیقت مهمانی خوب کردن تشکر به همه برادرها انشالله که از این بعد برنامه را سری وقت میگذرونیم دیگرش اگر تماشا کرده باشین امروز یا که دیروز یک برنامه بود در رادیو آزادی مردم در ناحیه نمیدونم رودکی بود در جایی بود که کودکان مکتب ندارن و با عذاب و اذیت و یک کودک بیچاره بگیم که پاش کمک اذیت میکشید پاش درد میکنه با یک عذاب 5 کیلومتر هر روز درس میروند برادرایی که هستین خوب در این بارها صحبت زیاد کردن در کار که ملت بفهمه که این چیز برای ما خیلی لازمه درس خوانی و تربیت ملت برای هر یکی ما و شما لازمه باز یک بار خاطر رسان میکنم که این برنامه خطانه کسانی که نمیدونستین بدونین در برنامه صحبت با ملت هر یک نفر میتوند کامنتر خچه بنویسه و من در کامنتر او جواب خواهم داد دیگرش ای که
همون دختری که یک بگیم که خیتایی را به شوهری قبول کرده بود شرمنده کرد همه را. باور کنین نکنین این کار به سر هر یک نفر شما میتونه بیاید. به همون خاطر فرزنداتون ای کودکیشان وطن دوستدار، دین دوستدار، ملت دوستدارشان بکنین. خوب، در امان خدا باشین. انتظار دیگر برنامه های صحبت با ملت باشین و ویدیو را که تماشا کردین تا اخیر خواهش میکنم از شما به دیگران برسانین، گفته همون روسا پدلیت سکنین و خوب دیگه یک بار خداحافظ.